یا نبی سلام علیک. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، خیلی زیادی از شما درباره زکات فطر رو به خواهر خود، به برادر خود یا اینکه به بینوی مکتب یا جایهای دیگر دادن جایز است یا نپرسیده استادید. بیایید درباره نفرانی که به آنها زکات فطر داده نمی شود صحبت کنیم. پیش از همه این رو باید بدانید که دادن زکات مال، دادن زکات فطر، دادن کفاره ها که درباره بعضی از نمود کفاره هایی که فرض است نفرانی که در ماه رمضان و همبستری یا بعضی گناه ها داخل شدن بدهند، بعداً در یگان نواری کوتاه صحبت میکنیم. الان باید بدانیم که دادن زکات فطر و یا دادن زکات مال و جز این که این کمک به کمبغلان است، این حق الله می باشد. در این مسئله اجتهاد کرده از فکر خود یا اینکه دو سه نفر مصلحتش به گوش کرده به این طرف و به آن طرف داده نمی شود. مثلا درباره زکات مال الله در سوره توبه در آیت 68 طایفه را بیان کرده است. انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم و فی الرقاب والغامرین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضة من الله. فریضة من الله میگوید الله، این فرض الله است که شما صدقه های خود را، زکات مال خود را به کمبغلان محتاجان بدهید، به نفرانی که به جمع آوری زکات مشغول هستند. البته این را حاکم یا اینکه سردار کشور تعیین میکند. و مؤلفت قلوبهم، نفرانی که شما میدانید که به آنها کمی مال داده شد، آنها به اسلام میگروند. و فی الرقاب، و آنهایی که در بردگی هستند یا اینکه اگر مانند کنیم در زندان ها هستند و برای آنها رو آزاد کردن پول لازم است. البته نفرای مسلمان. و الغامرین، و آنهایی که قرضدار هستند. و فی سبیل الله، آنهایی که برای الله می جنگند. و ابن السبیل، و آنهایی که در راه مانده هستند. و آیا زکات فطر رو هم به همین 8 طایفه یک طایفهش دهم می شود؟ در این باره بین علما اختلاف است که بعضی از علما اجازه میگویند، بعضی از علما میگویند نه، زکات فطر و مخصوصی مساکین است. پیامبر طعمتن للمساکین گفتگی هستند، خوراک مسکین ها. زکات مال رو ما پول میدهیم، اما زکات فطر رو ما اساسا چگونه که در نوار پیشتر گفته بودم از دانه ها میدهیم و این رو ما باید به کمبغلان دهیم، به محتاجان دهیم. و اینجا وقتی که میگویم به کمبغلان، اگر خیش و تبار ما محتاج باشند، چی به خیش و تبار البته داده میشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند از صدقه للقریب از صدقه وسیله. شما به خیش و تبار خود صدقه دهید، 2 ثواب میگیرید، هم برای پیوست کردن صله رحم، هم برای دادن صدقه. اما از داخل خیش و تبار یک چند نفرانی هستند که به آنها نه زکات مال را داده می شود، نه از این صدقه فطر را یا زکات فطر را و دیگر کفاره ها را. اینها پیش از همه پدر و مادر می باشند، برای آن که فرزند همیشه باید به پدر و مادر خود کمک کند. اگر به پدر و مادر خود زکات فطرش را داد، دیگر او میگوید من یک مقدار به پدر و مادرم کمک کردم، الان نکنم هم می شود. یعنی گویا که خودش را این مالش یا فایده این پولش به خودش برمیگردد. به پدر و مادر دادن جایز نیست، به فرزندان خود دادن جایز نیست، برای اینکه به فرزندان خود تو خودت مسئول نگاه و بین آنها هستی. این باشد برای کمبغلان یا بیگانگانی که اگر چه خشت باشند هم در خانه تو زندگی نمی کنند، اما برادری که خانهش جدا است، عموما تو مسئولیت آنها رو به دوش گرفته نیستی. خواهری که زندگیش تماما جدا است، عمک و تقا و اینهایی که زندگی شون جدا است داده می شود. پدر و مادر زندگیشون جدا باشد، هم فرزند که تمام عمر مسئولیتی اگر آنها محتاج باشند نگاه و بین آنها الله به گردنش داده است، به پدر و مادر خود، به فرزندان خود نمیدهد. این چنین به همسر خود که در یک خانه زندگی میکنید، گویا که به خانه خود خرید کردید، اما به بقیه خیش و تبار داده می شود. مسئله دیگر که شاید یک داغ جامعه ما باشد، این مسئله دادن زکات در سالهای اخیر به امامهای مسجد است. عزیزان، زکات رو ما می توانیم به یک نفر همچون وکالت بدهیم. مثلا یک جمعیه خیریه هست یا یک نفری هست که شما به او باور دارید و می دانید که اون نفر زکات فطر شما رو خیانت نکرده در وقتش، برای اون که همین که وقتی نماز عید شروع شد و مردم نماز عید رو خواندن، زکات فطر وقتش می گذرد، الکی شما ندادید گناهکار می شوید. و شما می دانید که یک نفر وقت زکات فطر رو هم می داند و امانت دار
اماندار است، زکات شما را میرساند، به او دادید باقی ندارد. اما امام های مساجد تاجیکستان در سالهای اخیر چیکار کرده ایستادند؟ پیش از همه اینها را امانتدار هرگز نمی حسابیم و اینجا در حق آنها نمیخواهم ناحرمتی شود، ولی دیده ایستادید که امام هایی که وقتی در مسجد برای زنها نماز خواندن را اجازه نمیدهند، وقتی که درباره کودک ها یا کودک نه الکی و جوان های تا 18 ساله به مسجد نآیند گفته که قانون میبراید، تمام امام ها سمعنا و اطعنا ما شنیدیم اطاعت میکنیم گویند یگان نفر صدا بلند نمیکند، در حالی که امام ها همگی یکجا شده میتوانند مصلحت کنند، حداقل یگان نامه فرستند که این کاری که میکنید خلاف شریعت بلکه کفر عیان است که شما مسجد را منع میکنید. و به این گونه نفرانی که اینها حتی در دین خود امانت دار نیستند، اینها حتی امانت امامتی خود انجام داده نیستادند، به اینها زکات مال یا زکات فطر داده نمی شود. علل خصوص اینها می گرفتند و مسجد درست میکردند، راه می ساختند یا یگان کار دیگر میکردند، در حالی که زکات فطر این مخصوص کمبغلان است. این را به مساجد داده نمی شود، به امام های مسجد داده نمی شود، به کارمندهای دولتی که در بدر 7 سامان و 12 سامان و 20 سامان پول زکات را دهید میگوید به آنها داده نمی شود. خودتان به دستکتان بگیرید، 1001 کمبغل در اطرافتان است، برده از امروز هم دهید می شود، یک روز پیش از عید دهید هم می شود، تا وقتی نماز عید سحری دهید هم می شود. نه اگر گفته در اطرافم نیست یا من شرایط ندارم برای برآمدن، یک نفری که شما امانت دار میدونید، شخصا میشناسیدش، میدونید که وای نفر به مال شما خیانت نمی کند، به وقت زکات فطر خیانت نمی کند، او را برای خود وکیل گیرید و بگویید من به تو پولش را می دهم یا دانه را می دهم، از نام من برده ده، اما حتما آن نفری امانت دار باید باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.